افغانستان کشوری است که 40% مردم آن به برق دسترسی دارد و 80% برق آن وارداتی می باشد. برشنا شرکت به خاطر تأمین برق مطمئن و دوامدار پلان استراتژی 5 ساله انرژی قابل تجدید و مثمریت انرژی را بر 5 سال ترتیب نموده که در حدود 710 میگاوات می باشد. از جمله 470 میگاوات آن بخش سولری است که متصل به شبکه است، یعنی آن گرید می باشد. 40 میگاوات از این منفصل به شبکه است که در جاهای کار می آید که مثلا ولایات دوردست ماست، ما در اونجا شبکات سولری اونجا جور میکنیم. 200 میگاوات دیگه از پروژه های بادی است. در رابطه با زغال سنگ هم که دستگاه های تولیدی باید ایجاد شود در افغانستان، تأسیس شود. ما کارهای مقدماتی و فیزیبیلیتی استادی از اونا را انجام دادیم که کارهای از اونا امرای سرمایه گذارای خارجی و داخلی جریان داره. امید است که در آینده های نزدیک شاهد یکی از قراردادهای در بخش سرمایه گذاری زغال سنگ باشیم.